برخلاف تمایل اکثر آدم‌ها برای صرف یه وعده غذایی آرام در رستوران، مشتریان یه رستوران ژاپنی علاقه‌مندن غذای خود رو با پرداخت هزینه‌ای به گارسون‌ها برای سیلی زدن به صورت اونها میل کنن. گفته میشه مشتریان زیادی به رستورانی در شهر ناگویا در ساحل جنوبی ژاپن مراجعه میکنن که در اون گارسون‌های زن این تجربه عجیب رو ارائه میدن. گارسون‌ها به طور مکرر به صورت مشتریانی که تمایل دارن سیلی میزنن و برای این سرویس 300 ین تقریباً $2 دریافت میکنن. برخی از مشتریان این رستوران ژاپنی حتی سیلی‌های پشت دستی نیز دریافت میکنن و ضربات به قدری قدرتمند است که برخی از اونها را از روی صندلی‌هایشان به پایین میاندازن. ویدیوهای عجیبی از این مراسم غیر معمول حتی نشون میده که صفی از گارسون‌ها مقابل مردی ایستادن و به نوبت به صورت اون سیلی میزنن. این رستوران با نام شاچی هوکویا در سال 2012 افتتاح شد، اما به خاطر کم بودن مشتریانش در معرض تعطیلی قرار گرفت. کارکنان بالاخره موفق شدن با معرفی این شگرد عجیب و غریب وضعیت رستوران رو بهبود ببخشن و اکنون گفته میشه کسب و کارشون حسابی رونق گرفته. در واقع این رستوران انقدر محبوب شده که مدیران اون مجبور به استخدام گارسون‌های زن بیشتری برای سیلی زدن به مشتریان به عنوان پیش غذا شدن. گفته میشه مشتریانی که میخوان گارسون خاصی گونه هایشان رو سرخ کنه باید 500 ین یعنی تقریباً $3.5 هزینه اضافی بپردازن. ظاهراً هم مردان هم زنان، اما از بومیان و مسافران از این تجربه لذت میبرن تا اونجا که از سیلی زنندگان خود برای سرویس ارائه شده تشکر میکنن. ژاپن برای خلق تجربیات غذا خوردن عجیب و غریب در رستوران‌های خودش شناخته شده است. دکور رستوران در توکیو مثل کلاس درس ابتدایی است و گارسون‌هایی داره که مانند معلمان لباس می‌پوشن. دکور رستوران دیگری مانند یک تیمارستان به هم ریخته است که خون همه جای اون دیده میشه و در اون به مشتریان دستبند میزنن و در یک سلول تنگ توسط گارسون‌هایی که شبیه پرستاران لباس پوشیدن پذیرایی میشن. شاید گزینه‌ای با محیط آرامتر رستورانی در توکیو باشه که توسط یک راهب بودایی راه اندازی شده و اداره میشه که در اون همه گارسون‌ها نیز راهبه‌هایی هستن که به مشتریان خودشون در مورد شیوه زندگی خود آموزش میدن.